هنگامی که طفل بودم، دو دستانی پر از مهر مرا تا در آستانه زندگی آوردند. پس از وارد شدن به آن در، مدت بعد خواستم که دوباره برگردم، ولی چون نظر کردم آن دو دستانی پر از مهر عصا داشته و صاحبانشان به زور راه می رفتند. خواستم که این دفعه من کمکشان کنم. احساس کردم که دستانی خردکه که انگشتانی مرا محکم داشته و سر دادن نمی خواهد. بله، این فرزندی من بود.